сураи ҳуд дар Макка нозил шуд. 123 оят ва 10 рукӯъ аст. بسم الله الرحمن الرحیم. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. алиф лом ро. ин китоб аст омада аз назди худои дурусткори хабардор ки оятҳои он устувор ва сипас равшан карда шудааст. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ба он мазмун ки пайғамбар гӯяд ба ҷуз худо касеро ибодат накунед, ба дурустӣ ки ман аз ҷониби ӯ барои шумо бимкунанда ва муждадиҳанда ҳастам. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ва он ки аз парвардигори худ омӯрзиш бихоҳед, сипас ба даргоҳи вай тавба кунед то шуморо ба баҳраи нек то вақти маълум баҳраманд созад ва то ба ҳар соҳиби бузургӣ ҷазои бузургии ӯро бидиҳад. ва агар рӯгардон шавед, пас ҳамоно ман бар шумо аз азоби рӯзи бузург метарсам. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. бозгашти шумо ба сӯи худо аст ва ӯ бар ҳар чиз тавоно аст. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. آگاه باش، این کافران سینه‌های خود را میپیچند، یعنی روی میگردانند، میخواهند که از خدا پنهان شوند. آگاه باش، چون جامه‌های خود را به سر میکنند، آنچه را که پنهان می‌دارند و آنچه را که آشکار میکنند خدا میداند. به درستی که او به اسرار سینه ها دانا است. یعنی میتوان گفت پیچیدن سینه ها عبارت از آن است که فکرهای نادرست کند و به شبهه های بی بنیاد دل خود را اطمینان دهد و عقیده های حقیقی را فراموش سازد، زیرا که صدور اینجا به معنای علوم صدر آمده است. و ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. و هیچ جنبنده در زمین نیست مگر آن که روزی او بر خدا است و جای ماندن او و جای نگاه داشتن او را می داند. یعنی مستودع جای است که شخص با غیر اختیار آنجا نگاه داشته می شود، مانند کمر پدر و رحم مادر، و مستقر جای است که به اختیار خود آنجا می ماند، مثل خانه. هر یک در کتاب روشن است.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. و او آن خدای است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او بر آب بود تا آخری کار شما را بیازماید که کدام شما نیکوکارتر است و اگر گویی به درستی که شما بعد از مرگ برانگیخته می شوید، کافران گویند این سخن بجز جادوی آشکار چیز نیست. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و اگر عذاب را تا مدتی شمرده شده از آنها باز داریم، البته به استهزا گویند چی چیز آن را باز می دارد. آگاه باش روزی که به آنها بیاید هیچ عاملی از آنها باز دارنده نباشد و آنچه که به آن استهزا می کردند آنها را فرا می گیرد. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. و اگر آدمی را از نزد خود نعمت بچشانیم سپس آن را از وی برگیریم به درستی که وی ناامید و ناسپاس است. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. و اگر آدمی را بعد سختی که به وی رسیده باشد نعمت بچشانیم البته گوید سختی ها از من برفتند به درستی که وی شادمان و خودستاینده است. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مگر کسانی که صبر و تحمل نمودند و کارهای شایسته کردند برای آنها آمرزش و مزد بزرگ است. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. پس شاید تو بعضی آنچه را که به سوی تو وحی فرستاده می شود ترک کنی و به آن سینه تو تنگ می شود، یعنی ترک مکن و تنگ دل مشو، چون که می گویند چرا بر وی گنج فرود آورده نشد یا چرا همراه او فرشته نآمد؟ جز این نیست که تو بیم کننده هستی و خدا بر هر چیز نگهبان است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا میگویند قرآن را بربسته است؟ بگو اگر راستگو هستید پس 10 سوره بربافته مانند این را بیارید و بجز خدا هر کی را توانید بخوانید. در این مبارزه نخست طلب 10 سوره واقع شد و چون از آن عاجز شدند به 1 سوره طلب فرمود. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. پس اگر آن کافران سخن شما را قبول نکنند بدانید که قرآن و علم خدا نازل کرده شده است و بدانید که به جز وی هیچ خدای نیست. پس آیا شما مسلمان هستید؟ یعنی بر اسلام ثابت باشید. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هر کی زندگانی دنیا و زینت آن را خواسته باشد به آنها جزای اعمالشان را به تمام می رسانیم و به آنها در اینجا کم داده نمی شوند. یعنی ثواب صدقه و پیوند خویشاوندی را که از کافران به وجود می آید به واسطه فراوانی رزق و صحتی بدن به آنها داده می شود. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. آنها کسانی اند که در آخرت به جز آتش برایشان چیزی نیست و آنچه کرده بودند در آخرت نابود شود و آنچه به عمل می آورند باطل است. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا کسی که بر حجت از جانب پروردگار خود باشد یعنی دلیل عقلی و از پس آن گواهی از جانب پروردگار او گواهی وی می آید یعنی قرآن و پیش از آن کتاب موسی همچون پیشوا و بخشایش گواهی وی بود مثل دیگران باشد، آنها به قرآن ایمان می آورند و هر کی از گروه ها به آن کافر شد پس آتش و عدگاهی وی است. پس از نزول قرآن در شبهه مباش، هر آینه وی درست است که از پروردگار تو آمده است ولیکن بیشتری مردم ایمان نمی آورند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. و کیست ستمگرتر از کسی که بر خدا دروغ را بربندد؟ آنها پیش پروردگار خیش آورده شوند و گواهان گویند، یعنی کرامان کاتبین فرشتگان نویسندگان گرامی قدر. اینها کسانی اند که بر پروردگار خیش دروغ بستند. آگاه باش لعنت خدا بر ستمگران است.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. بر آنان که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و برای آن را کجی را می‌خواهند و آنها به آخرت کافرند. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. آنها در زمین خدای را عاجز کننده نیستند و آنها را از دوستان بجز خدا کسی نباشد. برایشان عذاب دوچندان کرده شود از آن که در دنیا شنیدن نمی توانستند و نمی دیدند، یعنی به سبب شدت ناخوشی. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آنها کسانی اند که در حق خویش زیان کردند و آنچه برمی بافتند از آنها گم شد. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. بشک آنها در آخرت زیانکارانند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. همانا کسانی که ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند و روی خود را به سوی پروردگار خویش گردانیده فروتنی کردند، اینها اهل بهشتند و هم اینها آنجا جاویدانند. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل این دو گروه مانند کروکر و بینا و شنوا است. آیا هر دو در مثل برابرند؟ آیا پند نمیگیرید؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. و به درستی که نوح را به سوی قوم او فرستادم گفت همانا من برای شما بیم کننده آشکارا هستم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. با این مضمون که بجز خدا دیگری را مپرستید، همانا من بر شما از عذاب روزی درد دهنده می ترسم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. پس پیشوایان قوم او که کافر بودند گفتند تو را بجز آدمی مانند خویش نمی بینیم و نمی بینیم که مردم پیروی تو کرده باشند مگر آنان که فرومایگان مایند. ظاهر بینان یعنی آن فرومایگان هم به ظاهر نگریسته با تأمل سرسری به اندیشه عمیق پیروی کردند و برای شما بر خود هیچ بزرگی نمی بینیم بلکه شما را دروغگو می پنداریم.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. گفت ای قوم من، آیا از آن خبر می دهید که اگر من از پروردگار خود بر حجت باشم و او به من از نزد خود بخشایش داده باشد، پس حقیقت آن بر شما پوشانیده شده باشد، آیا شما را بر آن مجبور کنیم و در حالی که شما ناخواهان باشید؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. و ای قوم من، از شما برای رسانیدن این پیغام مال نمی خواهم. مزد من جز بر خدا بر کسی نیست و من کسانی را از صحبت خود راندنی نیستم که ایمان آوردند، به درستی که آنها با پروردگار خویش ملاقات کننده هستند، ولیکن من شما را قوم می بینم که نادانی می کنید. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ای قوم من، اگر من آنها را برانم، کی به من از عقوبت خدا نصرت می دهد؟ آیا پند نمی گیرید؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. و به شما نمی گویم که خزینه های خدا نزد من است و نه آن که غیب را می دانم، و نمی گویم که من فرشته هستم و به کسانی که در چشم شما حقیرند نمی گویم که خدا به آنها هیچ نعمت نخواهد داد. خدا به آنچه در ضمیر آنهاست داناتر است. اگر چنین گویم، هر آینه من آنگاه از ستمگران باشم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. گفتند ای نوح، با ما مجادله کردی و جدال ما را بسیار کردی. اگر از راستگویان هستی، پس آنچه را که وعده میکنی بیار. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. گفت جز این نیست که خدا اگر خواهد آن را به شما بیارد و شما عاجز کننده نیستید. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم
هو ربكم وإليه ترجعون. و اگر من خواهم که شما را نصیحت کنم و اگر خدا خواسته باشد که شما را گمراه کند، آن نصیحت من به شما سود نمی کند. او پروردگار شما است و به سوی او برگردانیده می شود. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. آیا میگویند قرآن را به دروغ به خدا بربسته است؟ بگو اگر بربستم پس گناه من بر من است و من از گناه کردن شما بیزارم. مخاطب این آیت محمد صلی الله علیه و سلم است و این جمله را در میان قصه نوح علیه السلام زیاده کرده است تا دقت را بر تطبیق حال مشرکان مکه با حال قوم حضرت نوح جلب کند. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. و به سوی نوح وحی فرستاده شد که از قوم تو بجز آنی که تا حال مؤمن شده است کسی ایمان نخواهد آورد. پس تو به سبب آنچه میکردند اندوه مخور. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. و کشتی را به حضور ما و به فرمان ما بساز و درباره آنان که ستم کردند با من سخن مگو، همانا آنها غرق شدگانند. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. و نوح کشتی را می ساخت و هرگاه که پیشوایان قوم او بر آن کشتی می گذشتند با وی تمسخر می کردند، می گفتند اگر شما با ما تمسخر می کنید پس چنان که شما تمسخر می کنید هر آینه ما با شما تمسخر خواهیم کرد. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم. پس آن کس را خواهد دانست که بر او عذاب بیاید که او را رسوا کند و عذاب دائم بر وی فرود آید. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. چون نوح کشتی را بساخت وقتی فرمان ما رسید و از تنور آب فواره زد گفتیم در کشتی از هر جنس 2 تن و خانواده خود را مگر کسی را که بر وی گفته حق قبلا رفته است و مؤمنان را بگیر و با وی بجز اندک دیگران ایمان نآوردند. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. و نوح گفت در کشتی سوار شوید. در وقت راندن کشتی و هنگام بازداشتن آن به نام خدا گوید. همانا پروردگار من آمرزنده مهربان است.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. و آن کشتی آنها را در موج مانند کوه‌ها می برد و نوح پسر خود را آواز داد و او در کناره بود. ای پسرک من، با ما سوار شو و با کافران مباش. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. گفت به سوی کوهی که مرا از آب نگاه می دارد پناه خواهم گرفت. نوح گفت امروز از عذاب خدا هیچ نگه دارنده نیست مگر آن که خدا بر وی رحم کرده باشد. و موج میان آنها حایل شد، یعنی مانع شد، پس از غرق شدگان گردید. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. و گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان بازمان، یعنی از باران، و آب کم کرده شد و کار سرانجام نموده شد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و گفته شد هلاکی باد بر قوم ستمگران. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. و نوح پروردگار خود را آواز داد، پس گفت ای پروردگار من، همانا پسر من از اهل من است و به درستی که وعده تو راست است و تو بهترین حکم کنندگان هستی. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. گفت ای نوح، به درستی که وی از کسانی تو نیست، همانا وی صاحب کاری ناشایسته است. پس تو مرا از چیز سؤال مکن که تو را دانش آن نیست. به درستی که من تو را پند می دهم که مبادا از جاهلان باشی. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. گفت ای پروردگار من، همانا من به تو پناه میبرم از آن که از تو آنچه را بپرسم که مرا دانش آن نیست و اگر مرا نیامرزی و بر من رحم نکنی از زیانکاران باشم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. گفته شد ای نوح فرود آی با سلامتی از جانب ما و همراه برکت هایی که فرود آمده است
بر تو و بر امت‌هایی که از همراهان تو پیدا شوند و امت‌های دیگرند که آنها را در دنیا بهره‌مند می‌کنیم. سپس به آنها از جانب ما عذاب در دهنده برسد. تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. این قصه از اخبار غیب است. آن را به سوی تو وحی می‌فرستیم. آن را تو و قوم تو پیش از این نمی‌دانستید. پس صبر کن، به درستی که عاقبت از آن پرهیزگاران است. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون. و به سوی عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت خدا را عبادت کنید، شما را بجز وی هیچ خدای نیست. شما بجز کسی که دروغ می‌بندد کسی دیگر نیستید. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ای قوم من، از شما برای این پیغام مزد را نمی طلبم. مزد من بر کسی نیست مگر بر آن که مرا آفریده است. آیا به عقل در نمی یابید؟ و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. و ای قوم من، از پروردگار خود آمرزش طلبید. پس به سوی او باز گردید تا از آسمان بر شما بارانی پیوسته بفرستد و به قوت شما قوت بیفزاید و به گناهکاری روگردان مشوید. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. گفتند ای هود، برای ما دلیل نآوردی و ما به گفته بی دلیل تو خدایان خود را ترک نمی کنیم و ما تو را باور نمی داریم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ما چیزی نمیگوییم مگر آن که بعضی خدایان ما تو را به بلای گرفتار کردند. گفت به درستی که من خدا را گواه میسازم و شما هم گواه باشید که من از آنچه شما شریک میگیرید بیزارم. من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. بجز وی پس همه یک جا در حق من بدسیگالی یعنی مکاری حیله‌گری کنید و مرا مهلت مدهید. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها
إن ربي على صراط مستقيم. همانا من بر خدا پروردگار من و پروردگار شما توکل کردم. هیچ جنبنده نیست مگر آن که خدا از موی پیشانی او گرفته است، یعنی مالک او است. همانا پروردگار من بر راه راست است، یعنی حکیم است. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. پس اگر روگردان شوید مرا زیانی ندارد، به درستی که من پیغامی را که همراه آن به سوی شما فرستاده شدم به شما رسانیدم. پروردگار من بغیر از شما قومی را جانشین شما می سازد و به خدا هیچ زیان رسانیده نمی توانید. همانا پروردگار من به همه چیز نگهبان است. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلیظ. و چون عذاب ما آمد هود و آنان را که با وی ایمان آوردند به رحمتی از جانب خود نجات دادیم و آنها را از عقوبت سخت برهاندیم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنید. و این سرگذشت عاد است که آیت‌های پروردگار خود را انکار کردند و پیغمبران او را نافرمانی نمودند و به نافرمانی هر سرکش ستیزنده پیروی کردند. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. و از پی آنها در این دنیا و در روز قیامت نیز لعنت فرستاده شد. آگاه باش هر آینه عاد به پروردگار خود کافر شدند. آگاه باش نفرین باد بر عاد که قوم هود بودند. و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. و به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادم. گفت ای قوم من خدا را عبادت کنید. شما را به جز وی هیچ خدای نیست. او شما را از زمین پیدا کرد و شما را در زمین زندگانی و بقا داد. پس از او آمرزش بخواهید و باز به سوی او باز گردید. همانا پروردگار من نزدیک و پذیرنده دعا است. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه
إليه مريب. گفتند ای صالح، تو در میان ما پیش از این موردی امیدواری ما بودی. آیا ما را از آن باز می‌داری که خدایانی را عبادت کنیم که پدران ما عبادت می‌کردند؟ همانا ما از آنچه ما را به سوی آن می‌خوانی در شبهه سخت هستیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. گفت ای قوم من، آیا دیدید که اگر من از پروردگار خود بر حجت باشم و او به من از جانب خود بخشایش عطا کرده باشد، اگر نافرمانی او کنم، پس از عقوبت خدا کی مرا نصرت می دهد؟ پس شما به جز زیانکاری در حق من چیزی را نمی افزاید. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب. و ای قوم من، این ماده شتوری است که خدا برای شما نشانه فرستاده است. پس آن را بگذارید تا در زمین خدا بخورد و به وی هیچ ضرری مرسانید که آنگاه شما را عذابی نزدیک بگیرد. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. پس آن را پای زدند. پس صالح گفت در سرای خود 3 روز بهره‌مند باشد، این وعده بی‌دروغ است. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. پس وقتی که فرمان ما آمد، صالح و آنان را که همراه وی ایمان آوردند به بخشایش از جانب خود نجات دادیم و از رسوایی آن روز رهانیدیم. همانا پروردگار تو توانای غالب است. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. و ستمگران را آوازی سخت در گرفت، پس به وقت صبح در سراهای خود مرده افتادند. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. گویا هرگز آنجا نبودند. آگاه باش، همانا ثمود پروردگار خود را انکار کردند. هر آینه دوری باد ثمود را. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. و به درستی که فرستادگان ما به مژده پیش ابراهیم آمدند، سلام گفتند. ابراهیم جواب سلام داد. پس دیر نگذشت که گوساله بریان آورد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
پس چون دید که دستانشان به آن نمی رسد، از آنها بد برد و ترسی از آنها در دل آورد. گفتند: مترس، همانا ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. و زن ابراهیم ایستاده بود، پس بخندید، یعنی به سبب خوشحالی و به سبب هلاکت قوم لوط. پس به او به تولد اسحاق و بعد اسحاق به وجود یعقوب مژده دادیم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. گفت: ای وای من، آیا خواهم زاد در حالی که من پیرم و این شوهر من کلانسال شده است؟ همانا این چیز عجیب است. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فرشتگان گفتند: آیا از قدرت خدا تعجب میکنی؟ ای اهل این خانه، بخشایش خدا و برکات او بر شما است و به درستی که خدا ستوده بزرگوار است. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پس چون از ابراهیم خوف رفت و به او مژده آمد در باب قوم لوط، به ما به مجادله در آمد. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. همانا ابراهیم بردباری ترسکاری به خدا بازگشت کننده بود. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. گفتم: ای ابراهیم، از این جدال بگذر. به درستی حال این است که عقوبت پروردگار تو آمده است و به درستی عذابی که بازگردانیده نشود به آنها آینده است. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. و چون فرستادگان ما پیش لوط آمدند، به سبب آنها اندوهگین شد و برای آنها تنگدل شد، یعنی آنها نوجوانان خوشروی بودند و عادت قوم معلوم بود. پس خوف فتنه پیدا شد و گفت: این روز سخت است. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. و قوم لوط شتابان به سوی او آمدند و پیش از آن کارهای زشت میکردند. لوط گفت: اینها دختران منند، اینها برای شما پاکیزه ترند. پس از خدا بترسید و مرا در باب مهمانان من رسوا مکنید. آیا از شما هیچ مرد شایسته هست؟
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. گفتند همانا تو میدانی که ما را به دختران تو حاجت نیست و هر آینه تو میدانی که ما چی میخواهیم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید. گفت کاش مرا در برابر با شما قوت می بود یا به تکیهگاه استوار پناه می بردم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب. فرشتگان گفتند ای لوط، به درستی که ما فرشتگان پروردگار تو هستیم، آنها به تو نخواهند رسید. پس به گذشتن پاره از شب کسان خود را ببر و باید که هیچ کس از شما واپس ننگرد مگر زنی تو که آنچه به این قوم می رسد به او نیز رسیدنی است. هر آینه وعدگاهشان وقتی صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. پس چون فرمان ما آمد زبری آن دهه ها را زیر آن ساختیم و بر آنجا سنگ‌های از نوع سنگگیر ته به ته باریدیم. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید. که نزد پروردگار تو نشانمند ساخته شده است و این سنگ‌ها از ستمگران دور نیستند. و الى مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. و به سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را عبادت کنید، شما را جز وی هیچ خدای نیست و از پیمانه و ترازو کم مکنید. همانا من شما را به آسودگی میبینم و همانا من بر شما از عذاب روزی فراگیرنده میترسم، یعنی روزی هلاک کننده. و یا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. و ای قوم من، پیمانه و ترازو را به انصاف کامل کنید و به مردم چیزهایشان را کم مدهید و در زمین به فساد تباهکاری مکنید. بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اگر باور دارنده هستید، نفعی که خدا حلال ساخته است برای شما بهتر است و من بر شما نگهبان نیستم.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. گفتند ای شعیب، آیا نمازت به تو می‌فرماید که ما آنچه را بگذاریم که پدران ما می‌پرستیدند، یا آن را بگذاریم که در مال خود هر چی خواهیم بکنیم؟ به درستی که تو مردی بردباری راه یافته هستی. از این سخنها مقصد آنها استهزا بود. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. گفت ای قوم من، چی میبینید اگر از پروردگار خود بر حجت باشم و به من از جانب خود روزی نیک داده باشد، یعنی حلال، و در این صورت چگونه سخن شما را شنوم؟ و من نمیخواهم به سوی چیزی که شما را از آن من میکنم خود مایل شده با شما مخالفت کنم، یعنی نمیخواهم که به کار نیک بفرمایم و خود نکنم، و تا بتوانم بجز صلاحکاری چیزی نمیخواهم، و توفیق من جز به فضل خدا به چیزی نیست. بر وی توکل کردم و به سوی او باز میگردم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ای قوم من، دشمنی من شما را به آن نبرد که به شما آنچه برسد که به قوم نوح یا قوم هود یا به قوم صالح رسید، و قوم لوط از شما دور نیست. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. و از پروردگار خود طلب آمرزش کنید، باز به درگاه او توبه کنید. به درستی که پروردگار من مهربان و دوستدار است. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. گفتند ای شعیب، بسیاری از آنچه را که میگویی ما نمیفهمیم، و به درستی که تو را در میان خود ناتوان میبینیم، و اگر قبیله تو نمی بود تو را سنگسار میکردیم و تو پیش ما گرامی قدر نیستی. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. گفت ای قوم من، آیا قبیله من پیش شما از خدا گرامی تر است؟
و خدا را پس پشت خویش انداخته اید. همانا پروردگار من به آنچه میکند فراگیرنده است. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. و ای قوم من به طور خود عمل کنید، همانا من نیز عمل کننده ام. به زودی آن کس را خواهید دانست که به او عذاب بیاید و او را رسوا کند و آن کس را که دروغگوی است و انتظار برید، همانا من با شما منتظرم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. و وقتی که عذاب ما آمد، شعیب و آنان را که با وی ایمان آوردند به بخشایش از خود نجات دادیم و ظالمان را آوازی سخت در گرفت، پس در سراهای خویش چون مرده افتادند. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. که گویا هرگز آنجا نبودند. آگاه باش، دوری باد مدین را چنان که ثمود دور افتادند. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. و به درستی که موسی را با نشانه های خود و با دلیل روشن فرستادیم. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید. به سوی فرعون و پیشوایان قوم او، پس فرمان فرعون را پیروی کردند و فرمان فرعون به راه راست نبود. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. روز قیامت فرعون پیشا پیش قوم خود می شود، پس آنها را به آتش بیارد و بعد جایی است که وارد آن شدند، دوزخ یعنی. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. و از پی آنها در این دنیا و روز قیامت نیز لعنت فرستاده شد، بعد عطای است که داده شد، یعنی آن لعنت. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصید. این از اخبار دهه ها است که آن را بر تو میخوانیم. بعضی از آنها باقی‌اند و بعضی ویران شدند. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبیب. و ما به آنها ستم نکردیم، ولیکن آنها بر خویشتن ستم کردند. پس وقتی که فرمان پروردگار تو آمد، آن خداهایشان که به جز خدا می خواندند، از آنها هیچ چیزی را
دفن نکردند و برای آنها بجز هلاکی هیچ چیز را نافزودند. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید. و همچنین است گرفتار کردن پروردگاری تو چون بخواهد که دهه ها را گرفتار کند و چون آنها ستمگر باشند. همانا گرفت وی در دهنده سخت است. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. به درستی که در این سخن برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد نشانه است. آن روز روزی است که مردم در آن جمع کرده شوند و آن روز روزی است که همه در وی حاضر شوند. و ما نؤخره الا لأجل معدود. و آن را بجز تا مدت معین موقوف نمی داریم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. روزی که بیاید هیچ کس سخن نگوید مگر به اجازت حق، پس بعضیشان بدبخت و بعضی نیکبخت باشند. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. اما آنان که بدبخت شدند در آتش دوزخ باشند، آنجا برای آنها فریاد سخت و ناله زار باشد، یعنی به مانند آواز خر. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. در حالی که تا مدت بقای آسمان ها و زمین در آنجا جاویدان باشند، بغیر وقتی که پروردگار تو خواسته است. به درستی که پروردگار تو آنچه خواهد همان کند. و اما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. و اما آنان که نیکبخت شدند در بهشتند، در حالی که تا مدت بقای آسمان ها و زمین در آنجا جاویدان باشند، بغیر وقتی که پروردگار تو خواسته است. این بخشش قطع نشونده است. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. پس از آنچه این گروه می پرستند در شبهه مباش. آنها بجز آنچنان که پدرانشان پیش از این می پرستیدند نمی پرستیدند و ما البته حصهشان را، یعنی از عذاب، به آنها به تمامی ناکاسته می رسانیم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. و به درستی که به موسی کتاب دادیم، پس در آن اختلاف افتاد و اگر سخن نمی بود
که سابقاً از پروردگار تو صادر شده است، همانا میان آنها حکم کرده می شد و آنها از آن سخت در شبهند. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. و به درستی پروردگار تو به هر یکی آنان جزای کردارشان را به تمامی خواهد داد، یعنی وقتی که برانگیخته می شوند همانا وی به آنچه می کنند دانا است. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. پس چنان که فرموده شده ای استوار باش، تو و آنان نیز که همراه تو توبه کردند و از حد مگذرید، همانا وی به آنچه میکنید بینا است. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. و به سوی آنان که ستم کردند میل مکنید که آنگاه به شما آتش برسد و شما را به جز خدا دوستان نیستند و نیز نصرت داده نمی شود. و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکری للذاکرین. و نماز را دو طرفی روز و ساعت چند از شب برپا دار، همانا طاعتها گناهان را دور می کنند. این برای پندپذیران پنده است. واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنین. و شکیبایی کن یعنی صبر، به درستی که خدا مزد نیکوکاران را نابود نمی سازد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. پس چرا از مردم آن قرنها که پیش از شما بودند اهل خیرت نشدند که از فساد در زمین منع کنند، مگر شماری اندکی از آنها که نجات دادیم و ستمگران چیزی را پیروی کردند که به آن آسودگی داده شدند، یعنی به لذت‌های دنیا مشغول شدند و گناهکار بودند. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. و پروردگار تو هرگز چنان نیست که دهه‌ها را در حالی که اهل آنها نکوکار باشند به ستم هلاک کند. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. و اگر پروردگار تو میخواست البته مردم را یک ملت میگردانید ولیکن همیشه مختلف باشند. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مگر کسی که پروردگار تو بر وی رحم کرده است و آنها را برای این اختلاف آورده است و سخن پروردگار تو بر این تمام شد که فرمود البته از جن و مردم همه یک جا دوزخ را پر کنم.
وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. و هر چیزی را از اخبار پیغمبران بر تو میخوانیم، چیزی را که با آن دل تو را ثابت میگردانیم و در این سوره سخنی درست و پند و یاد کردنی برای مؤمنان به تو آمده است. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. و به آنان که ایمان نمی آورند بگو بر طور خود کار کنید، همانا ما نیز کار کننده ایم. وانتظروا إنا منتظرون. و منتظر باشید، همانا ما نیز منتظرانیم. ولله غیب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. و علم غیب آسمان ها و زمین از آن خدا است و همه کارها به سوی او بازگردانیده می شود. پس او را عبادت کن و بر او توکل کن و پروردگار تو از آنچه می کند بخبر نیست.